أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس خدای را که با ما و شما فرصت عنایت فرمود و باز در رابطه با مسئولیت های خود ما با بحث میشیم. خداوند عزوجل این لحظات را که با هم هستیم در حسنات ما حساب بکنه و چیزهای نیکی را از زبان ما بیرون کنه و چیزهای خوب را به گوش شما داخل کنه. تمنا میکنیم که هم شما و هم ما و چیزی که رضای الله هست در عمل خود ما پیاده بکنیم. اولادهای ما را، شاگردای عزیز ما را درست تربیت کنیم، به اجتماع تقدیم بکنیم که فردا اونا هم سر بلند زندگی کنن، خوشبخت زندگی کنن. ما هم اگر بودیم در خوشحالی از اونا، در سعادت از اونا هم خود ما را سعادتمند احساس کنیم. اگر نبودیم در گور ما راحت بخوابیم. و تمنای همی امروز یا امشب برنامه را که به دنبال چند هفته هست دوام میتیم که ما کودکای خود ما را یا بچه های ما را، شاگردهای ما را به نزاکت هایی که در اجتماع مهم است، مطرح است، اونا را آشنا بسازیم. اگر خدا خواست و اینا موفق شدن، شخصیت هایی که اسلام از اونها تقاضا داره بار آمدن، انشاءالله در زندگیشان موفق خواهد بودن. ما گفته آمدیم که در اجتماع بعض حرکت ها و بعض نزاکت هایی است که اگر او را مراعات بکنیم مورد توجه دیگران قرار میگیریم. حتی اونا هم بعض وقت شاید تعجب کنند که اینا از کجا یاد گرفتن اینقدر نزاکت های خوب را، چه خوب مثلا صحبت میکنن، چه خوب نان میخورن، چه خوب آب مینوشن، چه خوب وقتی با هم دیگر ملاقات میکنن با چه کلمات زیبای نثار یک دیگر میکنن، یا چقدر خوش اخلاق هستند. طبعا که ما معذب هستیم که نمونه های از اخلاق حسنه باشیم. اخلاق پسندیده یکی از صفات مهم یک مسلمان هست.
ما در این برنامه میاییم به نزاکت هایی که در سخن گفتن است. ما بچه های ما را چطور یاد بدیم که اونا چطور سخنرانی کنن، سخن بگوین، چه قسم گپ بزنن به حساب اصطلاح خود ما. طبعا که همین خود کلام هم از خودش ادب داره. سخن گفتن یک شیوه و یک طرز خاص خودش داره که ما اونا را باید بیافیم، بفهمیم و بعد صحبت بکنیم، گپ بزنیم. با مردم چه قسم صحبت میکنیم، چه رقم مناظره کنیم، چه قسم مباحثه بکنیم. اینا را ببینیم که در مکتب عزیز اسلام با ما یاد میتن. اگر ما تونستیم که در همین سن کودکی، از همین آغاز زندگی که اینا دست چپ و راستشون میشناسن، خوب و بد فرق کرده میتونن، اگر ما در همین سنین، در همین دوران بچه های ما را با این نزاکت ها آشنا بسازیم، وقتی بالغ شدن، وقتی داخل اجتماع شدن، اونا باز میفهمن که چه قسم صحبت بکنن، چه قسم گوش کنن گپ کسی که سخن میگه برشان. و اینا در وقتی که با کسای دیگه روبرو میشن، برای فهماندن گپ های خودشان به طرف مقابل از کدام شیوه ها استفاده بکنن. تنها از سخنرانی هم هدف نیست، بلکه او شنونده ای که مخاطب هست، او زیر اثر این صحبت ها قرار بگیره و در او یک سرور و شادمانی ایجاد شود، یک جذبه ایجاد شود که همیشه کوشش کنه که همین چه خوب صحبت میکنه. وقتی که با یک جای اونا صحبت بکنن، بریم که فلان آقای صحبت میکنه، فلان خواهر صحبت میکنه، همه مشتاق شنیدن صحبت از او شوند. به این ترتیب والدین عزیز، مربیان محترم ما باید که در این قسمت ها توجه خاص داشته باشند. بچه های ما را به اختیار خودشان نگذاریم که هر رقم که صحبت کردن، وقتی صحبت کردن طرف مخاطب آیا ببینه، زمین سیل کنه، بالا سیل کنه، دستک بزنه، دستش در جیبش کنه، دستش در کمرش بگیره صحبت بکنه، یا یک جایش بخوره وقتی که صحبت میکرد، یا وقتی که صحبت میکرد فاجعه بکشه، عطسه بزنه، چه کارا کنه در وقتی که صحبت میکنه. طبعا ما مقوله داریم که زینت انسان فصاحت کلامش است. سبحان الله، یک زیور است و انسان یک زینت است. وقتی که صحبت میکنه، اگر صحبتش در خودش یک فصاحت و بلاغت و یک مفهوم را ارائه کرد و شنونده را متوجه کرد و او را از دیگه کارها دستش گرفت که فقط به دهن از این نگاه میکنه و گوش میکنه، این زینت یک شخص است. ما در سیرت از بزرگان ما هم داریم، در سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داریم که چه رقم اونا صحبت میکردن و چه رقم دیگرها را به صحبت کردن توصیه میکردن. مثلا ما در اینجا از حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی رضی الله عنهم اجمعین یک مطلبی هست که خود حضرت عباس رضی الله عنه وقتی به پیشواز رسول خدا صلی الله علیه وسلم میرن، میگن حضرت عباس بسیار شیک بودن، شیک پوش بودن، سرشان شانه کرده بودن، زیوری هم در تنشان بود و همین رقم چهره نورانی هم داشتن. وقتی آمدن به دیدن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم کردن. حضرت عباس گفتن که چی چیز شما را خندان ای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم؟ ان شاء الله همیشه مسرور و شادمان باشید. در ادامه صحبت خودشان همین گپ زدن. رسول الله وقتی حضرت عباس دیدن تبسم کردن و در اینجا حضرت عباس میگن که ای رسول خدا، شما را چی خنداند؟
همیشه شادمان و مسرور باشین. چه یک ملاقات هست. چقدر نازنین جمله حضرت عباس میفرمایند. چه خوب کلمات را انتخاب میکنن که شنونده را خوشحال میسازند. میتونستن بگوین که چرا خنده کردین؟ به یک جمله یا به دو سه جمله این مطلبشان ارائه میکنن و طرف مقابل هنوز مثل که خودشان خوش هستن که او مبارک وقت طرف اینا تبسم کرده. یعنی یک چیز جالب در اینا بوده که طرف مقابل تبسم کرده. حالا ببینیم پیامبر خدا چه میفرمایند صلی الله علیه وسلم. رسول الله میگن که از زیبایی عموی پیامبر در شگفتم. سبحان الله، ماشاءالله چه نازنین کاکای دارم. این مرد شگفت زده کرد. آل حضرت عباس میگن که چی زیبایی؟ کجای ما زیبا از یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ پیامبر خدا میفرمایند که زبان تو نازنین است، زبان تو زیبا هست. چی گفت حضرت عباس؟ پیامبر خدا را میگه که انشاءالله همیشه مسرور و شادمان باشید. شما برای یک کسی ملاقی میشین، سلام علیک میکنین، گپای بزنین که او را شما به طرف خودتون کش کنین، جذبش کنین. او دعا کنه در حقتان، شما را تمجید کنه، شما را تحسین کنه، آفرین بگوید. چه خوب صحبت کردی، چه خوب یک ملاقات بود با تو. سبحان الله. ما این زندگی هم رقم هست. هر چقدر ما خواستیم در این زندگی خود ما را خوشحال نگاه کنیم، طبعا که خوشحالی دیگران ما را خوشحال بسازه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که صحبت میکردن بسیار آرام صحبت میکردن، با تأنی صحبت میکردن. تو ورخطا تیز صحبت نمیکردن. کوشش مطلبی است که کسی که میشنوه، شنونده هست، ای توجه کنه. ای یعنی چون میخوایم برای یک پیام ببتیم، میخوایم حرف ما را به او برسانیم، پس امور خم بگیم که او انتظارش داشته باشه و او گوش کنه، بفهمه مطلب ما را. به این خاطر ما به آرامی و تأمل صحبت کنیم. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرمایند که هم در صحیح بخاری آمده این مطلب، هم در صحیح مسلم، که حضرت عایشه میگن که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مانند شما به عجله سخن نمیگفتند. ما یک وقتی تیز گپ میزنیم، عجله میکنیم. البته در اون جمع کسایی بودن که تیز صحبت میکردن. حضرت عایشه رضی الله عنها میگن که ای مردم، پیامبر خدا مثل شما به عجله صحبت نمیکردن، آنچنان با آرامی و تأمل صحبت میکردن که میشد تعداد کلمات را حساب کرد. سبحان الله. آرام صحبت میکردن. این آرام صحبت کردنشان یعنی اهمیت دادن به او شخص هم هست، به او سخن هم هست. میخواستن سخنشان به اون شخصی که مورد خطابشان است برسانند. پس همین سخن مهم است، اما شخصیت مهم است. اینطوری نیست که اگر بگویم شنید نشنید دلش دیگه، مطلب فهمید نفهمید به اختیارش. در این وقت ما نه به سخن اهمیت قائل هستیم، نه به او شخص. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم همین مطلب در یک روایت دیگه میخوانیم که براستی که کلام پیامبر خدا برای تمام مستمعین، برای تمام شنونده ها قابل فهم و درک بود. سبحان الله. فهمی که به واسطه قلبشان رو درک میکردن. الله اکبر. این تو سخن گفته شود.
که قلب شنونده را به طرف خود بیاره. تنها گوش شنی، او با قلبش گوش کنه، اما تو سخن گفته شود. بنابراین ما وقتی سخن میگیم، صحبت میکنیم، صحبت ما باور خطایی و عجله نباشه، با آرامی باشه و مطلب خدا باید بفهمانیم، برسانیم به طرف مقابل، وقت ازش استفاده کنیم. چیز منظور ما که وقت صحبت میکنه یک کسی حتما یک هدف و مطلب باید داشته باشه. پس این هدفش باید به می هدفش برسه وقتی صحبت میکنه یا نه؟ طبعا بله. وقتی که میخواد به هدفش برسه، پس این سخن قسم برای شنونده برسانه که او بفهمه، درک کنه و این با قلبش درک کنه. سبحان الله. ما نگوییم که پیامبر خدا بود، او پیغمبر بود که طور صحبت میکرد. طبعا پیغمبر بر ما نمونه بودن و بهترین نمونه پیامبر هستن بر ما. صحابه رضی الله عنهم اجمعین تمام توجهشان این بود که از پیامبر پیروی کنند، آنچه پیامبر گفته، آنچه کرده، اینا انجام بدن. او بود که اونا نام نیکشان در قلب‌های ما ضبط شد. هر وقت نام یکیش میگیم رضی الله عنه، میگیم خدا از اونا راضی باشه، خدا از اونا راضی بود. بنابراین ما توجه کنیم که نمونه برای ما الله هدیه داد و نمونه پیامبر عزیز است صلی الله علیه وسلم. دوم چیزی را که شاگرد ما یا اولاد عزیز ما باید متوجه باشه، در صحبت خودش تکلف نکنن. برای بگم که من باید فصاحت بجای کنم در جمله‌ای که من بیان میکنم در این لغت‌های باشه که فهم مرا، علم مرا نشان بده. بنابراین در اون صحبت خودش خدا به تکلیف میسازه، شنونده به تکلیف میشه. هستن بعضی سخنرانا که صحبت میکنن کسی نمیفهمه چی میگن، از بس به تکلیف و به تکلف صحبت میکنن، لغتایی را در اون صحبت خودش میاره که بسیارش معنایش آدم شنونده نمیفهمه. پس چی ضرور است از این رقم سخنرانی؟ چی بود منظور شما وقتی این صحبت هم میکردید که کس نفهمه؟ یا بگه ماشاءالله چه خوب صحبت میکنن، بسیار به یک سویه بلند صحبت میکنن، و او کسی که گپ میدونه خودش نفهمیده باشه که چی گفت. و توجه نکنن، او گفته بره و شنونده فقط لق سعی کنه و این هوا از پیش رویش حرفا را تیر کنه، خودش گوش نکنه. این باز برای گوینده هم ناپسند است، برای شنونده هم وقتشان ضایع شده. پس بعضی کسا میگیم پرتم تراخ صحبت میکنه، دهن پر صحبت میکنه، کلمات را که دهن انسان پر میشه. خب اینا عیب است، اینا خوب چیز نیست، اینا از زینت کلام نیستی، اینا کلام امو صحبت خراب میکنه. یک کسی شوخی میکرد، میگفت که فلانی بسیار در صحبت خود لغت‌های عجیب لغت پرانی میکنن. مثلا میگفت که دیروز برای ما وقت سر نان شیشته بودیم، گوشت خام بوده، ما و شما میگیم خام بوده یا میگیم سخت است، گوشت سخت مانده، پخته نشده. یعنی او برای از اینکه لغت استفاده کرده باشه و خودش با تکلیف انداخته باشه، بفهمن مردم ها که بله چه خوب لغت گفتن. اینا صحبتشان در صحبتشان لغت ها استعمال شد و بسیار سوی بلند صحبت کردن. میگه که امروز این گوشت مشکل مانده. طبعا سخت مشکل است یک چیزش، اما جای استعمال مشکل و سخت در اینجا فرق کرد. گوشت مشکل مانده بگیم نمیفهمم، کسی که شنید خنده شاید کنه که گوشت مشکل مانده. اگر بگیم گوشت سخت مانده فهمیده میشه که بله گوشت خام است.
پس ما در صحبت خود ما جملاتی که استفاده میکنیم مغلق نباشه، شنونده را به تکلیف نسازه، بپاله که این چی بود، برای قیاس اللغت دیکشنری را باز کنه بپاله که این معنای از این کلمه چی است. سخن خوب سخنی که فهما باشه. زیبایی کلام در فهمش است که انسان بفهمه. پیامبر علیه السلام میفرمایند که در روایت ابو داود و ترمذی هست که خدای تعالی به مردان بلیغی که مردانی که از بلاغت خودشان نشان میدن که بلیغ صحبت میکنن که مانند گاو و زبان در دهان میچرخانند خشم میگیرد. اعوذ بالله. خداوند قهر میشه سر او کسایی که صحبت میکنن، کلمات استفاده کنن که کس نفهمه او را. چرا او را خم صحبت کردین شما؟ خدا امیر پسند نکرد. تا خدا خشم میگیره، قهر میشه که چی گفتی که مردم نفهمید که بتونه. ببینیم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که چه رقم صحبت میکردن. حضرت انس میگن هرگاه جمله میگفت 3 بار تکرار میکرد. سبحان الله. اما عرض پیشترم است این کلام یا این جمله یا این سخن اهمیت داشته که این گفته شود و این شنویده شود، این فهمیده شود. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم صحبت میکردن همون یک جمله را 3 بار تکرار میکردن. چی بود منظورشان؟ تا مستمعین آن را بفهمند. کسی که شنونده است خوب صحیح بفهمه که مطلب رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی بود، چرا این را گفت. این 3 دفعه وقتی که تکرار میکنه معنیش است که این مطلب بسیار مهم است، توجه کنید. شما وقتی برای کسی بچه‌تان برای کسی میگین که می کارو بکن، او بچه فهمیدی من چی گفتم، باز تکرار میکنید. حالا فهمیدی؟ برای اینکه باز مطمئن شوین یک دفعه دیگه خبرش بگویم که باز نگوید که من نفهمیده بودم. او بچه 3 دفعه تکرار کردم برات نفهمیدی. پس یک راهنمایی است که شما سخنی که میگین او را بفهمانین، طرف مقابل بفهمه. این از ادب سخن بوده. نزاکت در مطلب است که بچه ها بفهمن که ما وقت سخن میگم سخن بگویم که باید با ارزش باشه. سخنهای بیهوده گفتن این خودش بازخواست داره. بیهوده گویی یا و سرایی، ببین چقدر چیزایی هست که من نشدیم. پس وقتی که یاوه نیست، بیهوده نیست، مطلب درسته هست، پس این را واضح بگوییم شنونده بفهمه. دوام حدیث مبارک هم است که حضرت انس میگن هرگاه جمله میگفت پیامبر علیه السلام 3 بار تکرار میکردند تا مستمعین یا شنونده ها بفهمند. وقتی بر گروهی از مردم وارد میشدند به آنان سلام میکردند. سبحان الله. خود مبارک وقتی که داخل میشدند به یک جماعت سلام میدادند برشون. کلامش قاطع بود، نه کوتاه و نه دراز یا نه بلند. جمله را هم کوتاه میگفتن که بعض وقتا ما صحبت میکنیم 3-4 سطر یک جمله است. این جمله خوب نیست. شنونده خود گم میکنه یا خواننده گم میکنه که در کجای وقفه بکنه، این مطلب چی بود، یک چیز پیش آمد و پس آمد، این جمله از بس طولانی بود، خواننده خسته شد و مفهومش هم نگرفت. پیامبر عزیز وقتی صحبت میکردن کلامشون قاطع بود و نه کوتاه بود و نه دراز یا بلند. پرگویی و تکلف در کلامشان نبود. سبحان الله. یگان عادت داره که بسیار گپ میزنن، هیچ کس دیگر چانس گپ زدن نمیده. یک بار اگر رشته سخن گرفت، بعضی کسا شوخی میکنن که ما را خواب گرفته، فاجعه میکشه. یعنی بس کو بسیار شد، دراز شد صحبت. واقعا انسان خسته میشه از صحبت زیاد.
خصوصا اگه شنونده باشه. او کسی که صحبت میکنه چون عادت کرده نمیفهمه خودش. پس ما اولادای ما را، شاگردای ما را متوجه بسازیم که بچیم صحبت طولانی شد، بسیار خسته نشه. کسی که میشنوه حرف تو را آدم خسته میشه. در روز سن و سال شما وقتی که شاگردتان اولادتان میفهمانین میگین اون قارش نمیآید، اما وقتی که برای کلان بگوین شما که بسیار پرگویی کردی اون آزرده میسازین، خفه میشه از پیش شما که مرا تو توهین میکنی، در حالی که راستی او پرگویی کرده، اما حال گفتنش دیر است و اصلاح هم نمیشه. برعکس از شما آزرده میشه که شما او را خواست نصیحت کنین، حال دیگه وقت از وقت گذشته. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم پرگویی و تکلف در کلام را دوست نمی داشت. هم در صحیح بخاری می آید مطلب، هم در صحیح مسلم در صحیح آمد. پیامبر خدا وقتی جمله می گفتن 3 بار تکرار می کردن که تا شنونده بفهمه. و وقتی بر گروه وارد می شدن سلام می دادن. کلامشان قاطع بود، کوتاه هم نبود، دراز هم نبود. جمله که می گفتن مختصر می گفتن و مفهومش می رسید. در یک جمله کوتاه تمام مطلبشان می گنجاندن. و همین رقم خودشان از پرگویی و تکلف در کلام منع می کردن، دوست نداشتن. خودشان هم این کار نمی کردن، دیگران هم وقتی که این کار می کردن خوششان نمی کردن، برشان ناپسند بود این کار. بنابراین ما وقتی صحبت می کنیم طرف مقابل ما را هم یک بار ببینیم که آیا متوجه هست یا نیست. یک کسی شوخی میکرد در صحبتی که میکرد، شنونده داشت مثلا 5-6 نفر صحبت میکرد، باز متوجه بود. باز یک کسی را متوجه میشد که امیال کدام جایی رفته، یا با تسبیحش بازی میکنه یا با موبایلش یا و یک چیز دیگه. یگان دفعه فکر ما شما میرین، یک از گپ میزنه، شما یک سون دیگه متوجه هستین، فکرتان رفته. او طرف مقابل میبینه که شما فکرتان یک سون دیگه، ممکن است یگان دفعه کجا رفتی بیادر، فکرت کجاست؟ نمیگم همینجا هستم، گپ شما رو میشنوم. بازی شخص میگفت که ما پرسانش میکنم خیلی که اگه تو بوده چی میگفتم. باز او همون جمله رو میگه که در اون وقت او شنیده بود، در حالی که او جمله 3-4 دقیقه پیشتر یا 5-6 جمله پیشتر بوده که بعد از او فکر ازی دیگه سون رفته. پس همین رقم شنونده و همین رقم گوینده در اون مجلس بودنشان مثل که بگویم اضافه گیست. یا او رقم صحبت نکنه کسی که متوجه نمیشه دیگرها. شما اون وقت خودتان کنترل کنید. صحبت که میکردین یک دفعه ببینید که نفرایی که در دورتان نشستن اینا متوجه هستن یا نیستن. حالا بریم به یک میان برنامه، بعد بیاییم انشالله صحبت ما رو دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله. اگر یک لحظه با دانا نشینی، به از عمری که خود تنها نشینی. ز نادان تا که بتوانی حذر کن، اگر خواهی که با دانا نشینی. ز نادان تا که بتوانی حذر کن، اگر خواهی که با دانا نشینی. مشو
است تا شوی سیلی خور موج، صدف شو در دل دریا نشینی. محبت کن اگر خواهی محبت، که همچون مهر در دلها نشینی. اگر یک لحظه با دانا نشینی، به از عمری که خود تنها نشینی. ز نادان تا که بتوانی حذر کن، اگر خواهی که با دانا نشینی. ز نادان تا که بتوانی حذر کن، اگر خواهی که با دانا نشینی. بزرگی در کمال است و فضیلت، نکن در مجلسی والا نشینی. چو باران باش در هر جا ثمر بخش، چه در گلشن چه در صحرا نشینی. اگر یک لحظه با دانا نشینی، به از عمری که خود تنها نشینی. ز نادان تا که بتوانی حذر کن، اگر خواهی که با دانا نشینی. ز نادان تا که بتوانی حذر کن، اگر خواهی که با دانا نشینی. بکن از هر نشستن کسب دانش، اگر با پیر یا برنا نشینی. گذشت عمر عزیزت بر بطالت، چرا ای دوست بی پروا نشینی. گذشت عمر عزیزت بر بطالت، چرا ای دوست بی پروا نشینی. اگر یک لحظه با دانا نشینی، به از عمری که خود تنها نشینی. ز نادان تا که بتوانی حذر کن، اگر خواهی که با دانا نشینی. ز نادان تا که بتوانی حذر کن، اگر خواهی که با دانا نشینی. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل. با سلام مجدد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طبعا می گفتیم که وقت سخن گفته شود، هم به او سخن ارزش قائل شویم، هم به او کسی که میشنوه. امیر اقم، ما وقت صحبت میکنیم باید طرف مقابل ما، شنونده های ما
باید کسایی باشن که مطابق فهم و دانششان صحبت شود. اگر مردمی هستن که علما هستن فرض کنیم، با اونو میشه به زبان بلند صحبت کرد، اما اگر در بین کسایی باشن که فهمشان مثل علما نباشه، باید به فهمشان برابر صحبت بکنیم. قصد از این مطلب همی است که امی پیام برسه، حرفی که وقت زده میشه فهمیده شود. ببینیم پروردگار عزوجل قرآن میگه من به شما آسان ساختم، شما میفهمین قرآن کلام الله هست، به چنان شیوه و کلام، به چنان فصاحت و بلاغت، به چنان زیبایی هست که میفهمیم. اگر ما عربی بفهمیم میفهمیم که خداوند با ما چی صحبت میکنه، چی سفارش میکنه. وقتی کلام الله فهما هست، کلام پیامبر فهما هست، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه وسلم صحبت میکردن که ما بفهمیم. در قرآن ببینیم باز جایی میگه که شما آیا فکر نمی کنین، آیا تعقل نمی کنین، تدبر نمی کنین. پس ما را به ما عقل ما، به ما فهم ما مربوط می سازن امی کلام، امی سخنه. ببینیم در روایت می خونیم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرمایند که ما گروه انبیا، کل انبیا علیهم السلام، امر شده ایم که با مردم به میزان عقلشان صحبت کنیم. سبحان الله. امر شده از جانب الله و پیامبرا که مطابق برابر به عقل امتتان صحبت کنین، اونا بفهمن گپتانه. چقدر مهم است این مطلب. در مقدمه صحیح مسلم حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگن که اگر با گروهی از مردم سخنی را بگویی که توانایی فهم آن را ندارند، سبب گمراهی بعضی از آنها خواهد شد. سبحان الله. حضرت عبدالله ابن مسعود از شاگردان ممتاز پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم، صحابی جلیل القدر، در مکتب پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم تربیت شدند. می‌فرمایند اگر با گروه از مردم سخنی را بگویی که توانایی فهم آن را ندارند، چیکار میشه؟ سبب گمراهی بعضی از اونها میشه. نفهمیدن چی گفتی، باز تعبیر میکنه که اگر توجه کرده باشه، اگر به گپ شما اهتمام کرده باشه، خوب گوش کرده باشه، ولی نفهمیده باشه یا غلط فهمیده باشه، مسئول شما هستین. چرا او رقم صحبت کردین که او نفهمید و او کج فهمید؟ یگانه در بین دوستام می کار میشه، در بین خانواده میتون میشه، سخن میگین که طرف مقابل دیگر رقم فهمید و کار کرد که شما را برآشفته ساخت. میگین من خود تو نگفتم، تو هیچ وقت گپ من صحیح نمیفهمی. خود صحیح نفهموندین شما، پس برابر با مفهمش گپ بزنین. یک کسی بود اشاره میکرد طرف اولادایش و طرف خانمش که تو میکرد، خانمش زیاد حساس میشد در این حرف، بعض وقت امرایش مشاجره میکرد، مجادله میکرد که درست امرای سرت گپ نزن، امرای زبانت گپ بزن، نمیفهم اتو میکنیم چی من دست و پاچه میشم. ولیکن او همیشه هم اشاره میکرد، یا آزار میداد خانم، یا یکی قصدن میکرد که بس آن درگیر شون. کار صحیح نیست. وقتی که شما یک مطلب را میخواین بگوین، بعضی کسا میگه که عوض اینکه سر یک سیره را شور میده، زبان یک مسقاله را شور بده با زبانتان. حالا منظور چی بود از این مطلب؟ که بفهمه انسان گپه. شما برابر فهم و عقل کسی اگر صحبت نکردین، احتمالش میره که او گمراه شود، اشتباه فهمید، یک کار کرد که شما نمیخواستین اون کار شود، ولی
شما واضح نگفتیم. بعضی کسا سیاستمدارا هم همینطور هستند. بازی سر کلامش میگه ما دیپلماسی به زبان دیپلماسی حرف میزنیم. زبان دیپلماسی مثل که در جان زدن باشه، در کلاه گذاشتن باشه، تو نباشه دیگه. اگر دیپلمات هم باید واضح فهمیده شود گپش که چی میخواد. دو رقم از گپش فهمیده نشود. دو چیز مختلف از گپ فهمیده نشود. حضرت عبدالله ابن عباس میفرمایند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگن با امتم سخن نگویید که توانایی فهم آن را نداشته باشند. که امت من دوست داشتن امتشانه ها مردم که امت ما رقم گپ نزنین که او توانایی فهم او گپ نداشته باشه. از فهمش بالا گپ نزن برش. چرا؟ که عامل گمراهی آنان خواهد شد. سبحان الله. پیامبر دوست داشت امت خدا، نمیخواست کسی رو گمراه کنه. شب و روز زحمت کشیدن، فداکاری کردن علیه السلام که امت راهنمایی شود، امت برای راست مستقیم بسازنشه. آل برحذر ساختن دیگر. ای مردم همراه امت ما او طور گپ نزنین که او نفهمه. از فهمش بلند گپ نزن، گمراه نشوه. از هر کسی کار را بکنه فردا روز قیامت مؤاخذه میشه. سبب گمراهی یک کسی شده. به همین ترتیب ما پیشترم ذکر شد که سخن نه کوتاه باشه و نه طولانی، اما حق او سخن ادا شود، حق اما مطلب او سخن ادا شود. ما در صحیحین میخوانیم که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روزای پنجشنبه بر مردم موعظه میکردند. بسیار زیبا سخنران بودن، بسیار گپای میزدن که مردم میفهمید گپایشان. اما حالا چی میگن؟ مردم میآیه برشان مراجعه میکنن، یا ابو عبدالرحمن، کنیشان ابو عبدالرحمن بود، یا ابو عبدالرحمن ای کاش ما را هر روز موعظه میکردی. چنان صحبت های زیبا داشتن که مردم مشتاق صحبت کردنشان بود، میخواستن همیشه برشان اونا صحبت کنن. تنها روزای پنجشنبه صحبت میکردن. مردم میگه که یا ابو عبدالرحمن ما دوست داشتیم که تو بر ما هر روز موعظه میکردی. ببینیم جواب حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، شاگرد با وفای پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم، میگن که میترسم که شما خسته و دلزده شوین. اگر من زیاد گپ بزنم، هر روز بر شما گپ بزنم، میترسم خسته نشین، دلتان سیاه نشه، دفعه فرار نکنین از گپ. و میگه پنجشنبه هم که براتون گپ میزنیم دمیون با غیر حاضر شوین. طبعا چقدر نزاکت ها رو مراعات میکردن، توانایی یک شخص میسنجیدن، یک جماعت تواناییش میسنجیدن. از کجا فهمید حضرت عبدالله ابن مسعود که اینطور گپ میزنه که اونا میخواین که تو هر روز مرا موعظه کو؟ اینا میگن که من میترسم که شما دل زده نشین، خسته نشین. من شما را خسته نسازم، دل زده نسازم. سبحان الله. و دوام میتن من مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما موعظه میکنم. الله اکبر. این همی هوشیاری سخنران است. سخنرانی که طولانی شوه و مردم ها خسته شوند، چی حاصل میشه؟ در اخیر همگی فاجعه میکشه و پس کلی خودم میخوانن و میرن. و هر کدامشان دلیل میگه بسیار طولانی نبودی سخنرانی، بسیار خسته ساخت ما را. گپای شاید خوب باشه ولی خسته شد من، بهره نگرفتن، شاکی از اون مجلس برآمدن.
ما یک وقت در بن مسجد ساختیم، تازه مردم توجه میکردن که مسجد بیان، کارهای یا بگویم تدابیر میسنجیدیم که مردم بیاین از موعظه ها استفاده بکنن. پیش از اذان نماز جمعه یک برادر موظف میشد یک نیم ساعت 20 دقیقه مسائل دینی را صحبت میکرد. دعوت میکردیم مردم که بیاین اونجا بشینن گوش کنن، ولیکن آهسته دیدیم که مردم در آخرین لحظاتی که اذان داده میشه میآیند. مشوره کردیم که چیکار کنیم، مردم شوقشان نیست در آمدن به صحبت. گفتن که خیلی در خطبه بگنجانیم صحبت. اذان داده میشد، مردم می آمدن، بعد که در خطبه سخنرانی شد یا در خطبه موضوعات مهم بود که باید گفته میشد، مسائل اسلامی بود، و در اوج هم دیدیم که آهسته مردم در همون نزدیکای اقامه نماز خود میرسانند. سبحان الله. پس مشکل کجا بوده؟ یا از فهم مردم بالا گپ زده می شده، یا مطالب بوده که مردم به او توجه نمی کردن، برشان مهم نبوده او مطلب. پس ما از کجا شروع کنیم؟ حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روزهای پنجشنبه را انتخاب کردن و در یک هفته یک روز شاید 1 ساعت 2 ساعتی گپ می زدن، در حالی که مردم شوقی بوده برای مطالب گوش کردنش، ولی اونا می ترسیدن که نشه مردم آهسته خسته شوند. پس ما حضرت عبدالله ابن عباس میگن که بین جلسات موعظه فاصله می اندازم. 1 هفته شما را انتظار میذارم که شوق کنین بیاین که بریم که امروز حضرت عبدالله ابن مسعود گپ میزنه رضی الله عنه. 1 هفته انتظار همون لحظات سخنرانی است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم، دوام صحبت عبدالله ابن مسعود است، آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای پرهیز از به سطوح آمدن مردم این چنین میکردن. خود پیامبر عزیزی کارم میکردن صلی الله علیه و سلم. ما بچهای ما را یاد میتیم، شاگردای ما را یاد میتیم که اینا سخنرانای خوب شود، سخنرانای آگاه باشن، موقع شناس باشن، کدام مطلب در کدام وقت گفته شود، چی چیزا مهم است برای مردم، چی چیزا جالب است برای مردم گفتنش. برای از اینکه شما صحبتتان جالب بسازین، جاذب بسازین، تنها یک کاغذ بگیرین از روش بخوانین تو نکنین، برش پیش از پیش آمادگی بگیرین، در اون صحبتتان یگان قصه کنین، یگان حکایه بیان کنین، یگان شعر بخوانین، یگان لطیفه بگوین، یگان دقیقا شوخی کنین که مردم بیدار باشن، مردم هوشیار باشن و متوجه حرفا باشن. بعضی سخنران‌ها هستن یک وقت یک گپ تراژید میزنن، مردم گریه میتن. بعضی سخنران‌ها هستن مردم میخندانن در وقت صحبت که میکنن، میگن بریم که فلانی شب بسیار جالب صحبت میکنه، آدم خندم میته، او که گریه میته میگه که بسیار دل ما نرم میشه وقت صحبت ها اینا رو میشنیم، سر دل ما تأثیر میکنه. یعنی شما صحبتتانه جالب و جاذب بسازید. چرا؟ حضرت علی میگن رضی الله عنه قلوب انسان ها مانند جسم آنان خسته می شود. سبحان الله، الله اکبر. قلب ای تو تگک گوشت چقدر حساس است، چقدر مهم است در بدن انسان. رسول الله هم میفرمایند یک توده گوشتی است که اگه ای اصلاح باشه کل بدن اصلاح است، اگه ای مریض بود کل بدن مریض است.
تنها مریضی نیک خدای ناخواسته ایده مریضی جسمی میگیرش، مریضی روحی میگیره. قلبه سنگ میشه، سخت میشه، هیچ اثر نمیداشته باشه. او قلب مرده. در خوشی کسی خوش نیست، در جگرخونی کسی جگرخون نمیشه. بی احساس شده قلب رفته. ولی از نظر جسمی سالم است. نه سرطان گرفته شه، نه سکته میکنه، نه خونش، نه شریان ها و وریده هایش چربی گرفته، جور پاکیزه است، اما مرده. حالا حضرت علی رضی الله عنه میگن که مثل که جسم انسان شما کار میکنین خسته میشین، به استراحت و دمتون میگیرین، میشین میگین خیلی خسته شدم. قلبم همونطور بوده. قلب خسته نشوه، قلب خسته نکنی. قلب همیشه تازه باشه. چطور تازه میکنیم؟ قرآن میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. قلب ها مطمئن باشن، هوشیار، جاندار، با نشاط میباشن با ذکر الله. سبحان الله، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر. که قلب تازه شود. لا اله الا الله الحلیم الکریم، سبحان الله رب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین. تو بگوین که دل جان بگیره، زنده شود، پس با نشاط شود و باز به حرکت بیفته. دوام سخن حضرت علی رضی الله عنه همینطور است. قلوب انسان ها مانند جسم آنان خسته می شود. پس سخنان نغز و دلپذیر و با حکمت بگویید. الله اکبر. سخنی بگویید که در او حکمت باشه، در او موعظه باشه، نصیحت باشه، دور گوهر باشه، در دل بشینه. گپ میگه بزن که در دل انسان بشینه. طبعا او گپ چه وقت در دل انسان میشینه؟ که از دل بخیزه، از دل که برآمد در دل بشینه. اگر تنها از زبان برآمد در گوش رفت، از این طرفش پس میبره میره. پس انسان ها پیامبر عزیز گپشان ها انسان ها با قلبشان میگه گوش میکردن. الله اکبر. چرا؟ پیامبر دوست داشتن، سخنانشان حق میدانستن، به نفع خود میدانستن. هر سخنی که میگفتن اونا مثل که ما یادداشت، اونا در قلبشان یادداشت میکردن. صبح و زود عملشان پیاده میشد. اگر میگفتن که دیگه دروغ نگوین، کس دیگه دروغ نمیگفت. غیبت نکنین، دیگه غیبت نمیکردن. دستی یک بیچاره رو بگیرین، میدوین دستی بیچاره رو میگرفتن. سبحان الله. وقت رسول خدا صلی الله علیه وسلم آیت را خواندن که خداوند قرض میخواد از شما. ای کسایی که هستین، کسایی که به الله قرض بدین. یکی از صحابه خیست گفت یا رسول الله قرض میخواد. رسول الله گفتن الله قرض میخواد. گفت من یک باغ دارم، چند صد دانه خرما از درو، مأمور بر خدا قرض دارم. دوید رفت خانه، رفت در اون باغ خودش زندگی میکرد، زن و بچهش بود. صدا کرد خانمش فلانی مادر فلانی، من خانه را به الله قرض دادم، بیاین از این باغ برای. سبحان الله. او شنید، در قلبش ثبت شد و در عملش پیاده کرد. بنابراین برای بچه های نازنین ما، برای شاگردهای عزیز ما بفهمانیم که در همین کودکی بفهمانیم سخنرانی کردن است، سخنهای نغز گفتن است، سخنهای دلپذیره، سخنی که با اخلاص گفته شود و محبت گفته شود، پر از صفا و صمیمیت باشه، دور از این دشمنی ها و دور از این طعن و لعن و خدای نخواستد حقارت و توهین اینا باشه، پاکیزه باشه، بی آلایش باشه، سخنی باشه که بشنوه و تحسین کنه و بگوید آمنا و صدقنا. و همه تو گوش کردن گپ یاد بتیم عزیزای ما را که وقتی یک کس صحبت میکنه گوش کنیم. چه رقم گوش کنیم؟ پیشترم گفتم که وقتی یک کس گپ میزد
کسی دیگه یا تسبیح میگشتند یا یک کتاب را سیل میکرد یا مجله را میدید یا موبایل خود را سیل میکرد یا کتی یک چیز بازی میکرد. پس این کارا سبب میشه که او گوینده نارام شود، احساس میکنه که نمی نفر که تو کارا میکنه گپ مرا گوش نمیکنه. پس این از نزاکت های یک شنونده خوب نیست. این شنونده بسیار بی نزاکت است. اگر شما مرا اجازه بدین بگم یک آدم بی ادب است. در مجلس ششته که یک کس صحبت میکنه این مشغول دیگه چیزا هست. ما گوش بچه ما را کش کنیم، دختر عزیز ما را گوشکش کش کنیم. دختر جان بچه گلم وقتی که یک کسی گپ میزد شما گوش کنیم گپش، با دل و جان گوش کنیم گپش. یاران پیامبر میگفتند صلی الله علیه وسلم که وقتی که رسول الله صحبت میکردن ما از هیبت زیاد پیامبر و از اینکه اهتمام شدید داشتیم به صحبت‌هایشان، دوست داشتیم صحبت‌هایشان، میرفتیم همونطور میشیشتیم، مثل که در سر یک کس پرنده شیشته باشه که اگر شور بخوره او میپره، شور نمیخوردیم، اینم تو کوک میشدیم، طرف دهن مبارک سیل میکردیم، با قلب ما سیل میکردیم. پیامبر صحبت میکرد ما گوش میکردیم. این از انتهای ارزش دادن و اهمیت دادن به او سخنران است. وقتی شما به یک صحبت میرین قصدان چی بود از او رفتن؟ که برین اما طور پیشینین دیگر را سیل کنین که کی چی لباس پوشیده، کی آمد کی رفت، یا میرین به خاطر شنیدن حرفا؟ وقتی به خاطر شنیدن حرفا میرین با کمال دقت، با اخلاص، با تأنی، گوشتان مثل که به دهان از اون آدم است، بلکه گوشتان قلبتان است، با قلبتان گوش کنید. میگن صحابه حرکت نمیخوردن، مثل که سرشون سر یک کس پرندهش که شور بخوره پرنده میپره. اینا در سخن در صحبت پیامبر عزیز ما صلی الله علیه وسلم که میشیشتن همه طور گوش میکردن. خدا از اونا راضی بوده، جایشان جنت است. رسول اکرم خودشان صلی الله علیه وسلم وقتی کس گپ میخواست بزنه، حتی وقتی که در گوش مبارک کس میخواست کدام خصوصی بگه، پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم سرک خودشان در گوش از او یا در دهان از او نزدیک میکردن. اگه او قدکش پخش میبود، اگه بلند میبود، خودشان گوششان در گوش در دهان از او نزدیک میکردن که گپایش گوش کنن. چی بود منظورشان؟ از هم دورم میتونستن بشنون و پیغمبر از هم دورم میتونن بشنون. برای ما و شما یاد میدادن که یک کس اگر گپ میزنه شما توجه کنین به گپش، گوشتون در اختیارش قرار بدین، دلش به دستتان میارین، شما محبتش میخرین شما وقتی که به گپش ارزش قائل شوید. او آدم براتون مهم یک آدم بود، یک پیام آورده در گوشتون میخوای بگوید. پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم سرکشون رو پایان میکردن که باش خوب دقت کنم چی میگه این جوان یا این کسی که به من گپ میزنه، یا اگر خلق از او بلند بود خودشان رو بلند میکردن برش که او آدمی که صحبت میکنه او باز آمد نشه. الله اکبر. وقت چطور میده و تیر میشه عزیزای من. عمر ما و شماست که میره. هر لحظه که سپری میشه یک خشت از تعمیر عمر ما قطع میشه، کنده میشه. خدایا هر لحظه که از عمر ما میگذره خدایا در حسنات ما حساب کن. یا الله باقی عمر ما را در خدمت اسلام سپری کنیم. تو ما را توفیق بده. میریم یک میان برنامه رو میبینیم، بعد میایم تلفن‌ها رو باز میکنیم و تمنای از شما است که شما صدای مبارکتان رو بکشید، گپ بزنید، شما هم نصیحت کنین که من از شما یک چیز یاد بگیرم. السلام علیکم و رحمت الله. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است.
زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را، بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی، غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش، دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. به دل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش، دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن، بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بنما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش، دوای قلب بیمار است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو چشمان خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاه‌هایشان را حفظ کنند. این کار برایشان پاکیزه تر است. بیگمان الله به آنچه انجام می‌دهند آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، مربیان گرامی،
کار شما آسان است اما بعض وقت دشوار هست. شما هم راههایی را بسنجین که اولادها و شاگردها چطور میتونن این حرفای شما را عملی کنن. توجه شما در این کار خیلی مهم است. خودتان هم نمونه باشین. چیزایی که به اونا میگین شما خودتان هم بکنید. او وقت کار شما آسان میشه. مطلب که توجه شنونده بود که شنونده باید چقدر توجه بکنه به کسی که صحبت میکنه. طبعا که یا متوجه بچهای ما شما هست، متوجه شاگرده هست که شنونده خوب هم باشن. اینا اما تو گوینده خوب باشن، شنونده خوب هم باشن. اگر که حالا پس وقت برای سخن مطلب بگوییم که اگر ما سخن گوینده هستیم، در جای نشستین یکی مخاطبتان هستن با اونو صحبت میکنین، باید با کل اونو ببینین. شما وقتی صحبت میکنین بعضی کسا عادت داره که طرف یک نفر سیل میکنه و با مو گپ میزنه، دیگرها مثل که در مجلس نیستن. اونا یعنی یک نزاکت هست که مراعات شود، باید کل گیر سیل کنین. وقتی شما صحبت میکنین باید تک تک کسایی که در مجلس هستن طرفشون رو ببینین. اگر شما وقت زیاد دارین، صحبت شما برای 15 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت است، شما در جمع هستین که 100 نفر است، کم از زیاد است، خب شما یک دور بخورین که چشمتان هم مگیر یک ببینید. کسایی که میتونین برش توجه کنین، یگان کسی که تازه به مجلس آمده امور زیاد طرفش سیل کنین که نشان میتین که من به تو بسیار توجه دارم. مثل که بگین بسیار تو خوش آمدی نسبت به دیگرها، تو که تازه آمدی من طرف استقبال میکنم، خوش آمد میگم. طبعا به او گپ نمیزنین به شکل، شما صحبتتان فقط متوجه میشین، با چشمانتان سیل میکنین طرف مردم. بعضی کسا ببخشید بعضی کسا توجهشون به یک نقطه می باشه، یا بعضی کسا عادت داره بالا سعی میکنی طرف مردم سیل نمیکنه یا زمین سیل میکنه، گپ میزنه، ولی که این قسم انسان شنونده برشان جالب نیست. رقم سخنران خسته میشه. بنابراین شما وقتی صحبت کردین به هر طرف نظر کنین. پیامبر عزیز هم اطور کردن صلی الله علیه وسلم در هنگام سخن گفتن و در اینجا در چیز میگه که بمو اگر بگوییم شوخ ترین بگوییم یا کم توجه ترین افراد هم در مجلس اگر بودن اموج سیل میکردن، اونا رو میدیدن و بی سیل کردن سخنران به طرف از او را به خودش ملتفت میسازه، علاقه او رو به خودش جلب میکنه. شاید هم وقتی که آل چشمش به طرف دیگه میشه باز منتظر است که باز طرف مسائل میکنه، یعنی باز بیاین سیل کنیم طرفش ببینیم، کلکی رو ببینیم. و امیدوار هستم که شما تلفونا را توجه داشته باشین برش، شما هم حرفتان بگوین. من نشود که حالا چون صحبت من میگم من صحبت میکنم، من تا جمله پر حرفا بیایم که شما را کل صحبت ما گرفته باشم. این بسم الله یک کسی. بله برنامه رحمت. السلام علیکم، بفرمایید صحبت کنید. که پر حرفی از من نشود و شما هم به صحبت یک دفعه داخل شوید. در ضمن وقتی که شما میگین صحبت بکنن اولادا و یا شاگردای شما، خود شما صحبت میکنین، باید در جریان سخن خوشروی و خوشخوی باشین، متبسم باشین. یا در آخر شما قسم از صحبتتان خلاص میشین که مردم به شما توجه کنن، بیاین پیشتان، بفهمن که شما چهره بشاش دارین، پیشانیتان واز است، مردم استقبال میکنین. تنها یک سخنران نباشین که شما صحبتتان کردین و رفتین پشت کارتان.
به این خاطر شما در جریان صحبتتان یا در ختم صحبتتان خوشخویی و خوشرویی شما ظاهر شود که اگر مردم احساس خستگی هم میکنن، در جریان از اینکه شما بشاش هستین، شما تبسم میکنین، شما یگان چهرهتان باز است، اونا هم داخل صحبت شما هستن. برنامه رحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. فاطمه هستم از شویتور زنگ میزنم. بفرمایین خواهر عزیز، بفرمایین، صحبتتان میشنویم. یک سوال دارم. بله. کسی که عروسی میکنه میماندش میره دقسیش نمیشه، اما چی گناه داره؟ کسی که عروسی میکنه و بعد عروسش گذاشتن میره خودش این دقسیش نمیشه، این زنگام نمید. اوکی. بالکل از منزل دور میره؟ دور میره، یک شهر دیگه میره، اونجا کار میکنه، درس میخونه، اما این میمانه خانه پدر مادرش، همیشه میجا میماندش میره، این دقسیش میشه. سبحان الله سبحان الله. یادداشت کردم خواهر عزیز. دیگه هم گفتنی دارین؟ نه. تشکر، من یادداشت کردم. خداحافظ. از اطور شوهرام به خدا پناه ببریم. از صحبت خواهر معلوم بود که دلکشان آزرده است. برادرای عزیز من، وقتی شما عروسی میکنید، ببینید این سوال ما به صحبت‌های قبل وابسته است. وقتی یک کسی آمادگی خود میگیره که حال زندگی را بسازه، عروسی کنه، خانواده تشکیل کنه، باز این خانه را رها کردن و رفتن و بدون سرنوشت گذاشتن عروسه، این چی میخواستین شما این کار بکنین؟ شما میخواستین که یک مراسم انجام شد و بعدش برین پشت کارتان؟ برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم استاد محترم، خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خیر عزیز، شما هم خوب هستین؟ بفرمایید. زنده باشین. یک جان تشکر استاد محترم که این برنامه بسیار مفیده بر ما دیدیم، برنامه خوبتانه. خواهش میکنم. خواهش داشتم اگر میشه هفته بعد، اگر که خدا نکنه که موضوع ما خارج باشه، میخوایم که یک برنامه را بر ما مطلبش زندگی بعد از مرگ باشه. مثلا انسان وقتی که وفات میکنه، چون مردم بسیار پرده غفلت در چشمایشان است، باید مردم آگاه شوند، بفهمند که چی رای ما شروع داریم. بسیار مطلب مهم را یاد کردین خواهر عزیز. امیدوار هستم ان شاء الله بتونم در این برنامه‌های پیشروی ما که هست یک برنامه خاص در این رابطه ما تهیه بکنم. استاد محترم خیر ببینین، خداوند نجاتش بر شما بده و بسیار خوش میشم ان شاء الله. خداوند شما را همیشه سرفراز داشته باشه، در پناه خود داشته باشه. خداوند به ما و شما توفیق بده که برای مرگ خود ما آمادگی داشته باشیم. بسیار تشکر خواهر عزیز. السلام علیکم. خیر ببینید. شما خیر. خدا حافظ. یا الله. طبعا ما و شما زندگی میکنیم که بالاخره میمریم. هر کسی که زندگی میکنه چشنده مرگ است. برای روز ما تیار باشیم. حتما همین کل این برنامه ها همین است که ما در این دنیا با سعادت زندگی کنیم که در آخرت، در قبر، بعد از اینکه از زندگی ما خلاص شد، آسوده و راحت باشیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیزتان خوب هستین صاحب؟ عبدالعزیز هستم صاحب. عبدالعزیز جان بفرمایید. از فرانسه گپ میزنین؟ از هلند گپ میزنین؟ بله ما از هلند زنگ میزنم. مهمان هستم در هلند صاحب. مهربانی کردین. خوب هستین؟ فامیل خوب هستن؟ شکر الحمدلله. بفرمایید. در خانه پیش اولادها صاحب. ما در جرمنی هستم. بفرمایید. یک چیز خصوصی هم رایتون داشتم، میتونم بعد از برنامه ببرن زنگ بزنین ها، لطف کنید. دمی شماره زنگ بزنین ها. به خاطر بخیر و امید خدا قسمت باشه برین طرف های مکه و مدینه. عمره میرین بخیر؟ به امید خدا. ان شاء الله ما برنامه داریم به 5 مارچ ان شاء الله که
اگر خدا بخواه با یک عده از برادرها و خواهرها و شاگردای مکتب ان شاء الله به عازم بیت الله میشیم. ما ان شاء الله از نزدیک میبینیم. لطف کردین، بسیار خوش می شما زنده باشین. کاش در خدمت شما باشیم. قربانتون، ما خدمتگارتون هستیم. مهربانی میکنین از جان گل. سلام برسانین به امید خوشبختی و سعادتتان. همه احترامات تقدیم میکنیم. دعا بکنین بی بیاجی رو سخت ان شاء الله خداوند عمرشان طولانی بسازه، از دعایشان برخوردار باشیم. لطف کردین. سلام علیکم و رحمت الله. ما اون مطلب را که خواهر عزیز ما در رابطه با داماد گفتن، دامادی که عروسی را برای انداخته، عروس تنها گذاشته رفته. چی کار کردین شما؟ خدا کنه این گپای ما رو بشنوه برادر عزیز من و ارجمند و داماد. این کار خیلی ناپسند بوده. این کار باز شما یک مطلب اگر برآشفته شده باشین، آزرده شده باشین، باید فامیلتان است اونا رو در جریان بگذارین. من این از این خاطر شما را مرا آزرده ساختین، مجلس شما فرار میکنم مثلا اگر این کار باشه. اگر نیک خدا نخواسته این گپ نباشه، شما برین و هیچ کس خبر نباشه. شما به غیر از اینکه وجدانن شاید خودتان احساس ناراحتی نکنین، ولی که این پشیمانی داره. پسان شما در امو فامیلتان الخونا ناموس شما هستن، خدا نخواسته اونجا کدام مشکل پیدا شود، این عذابش تا آخرت در گردن شما میمونه. نارام میشین، ناراحت میشین. فوراً شما برین به طرف عروستان و جریان بگوین که چرا شما این کار کردین. اگه شما اونجا میرین درس میخوانین یا دکانداری میکنین یا کار و بارتان، این کارتون ناشایسته بوده که خانم گذاشتین خودتان رفتین اون طرف. اگر موقتی رفتین که باید برشان بگوین که چرا رفتین شما، دلیل چی است که کار کردین شما. هیچ ناپسند بوده کار، هیچ قابل توجیه نیست. من نمیفهم چی بگویم. خدا ناراحت میشه از شما. یک ایده شما به تشویش انداخته. اونا نمیفهمن که چی گپ شد. خدا نخواسته سر شما کدام مصیبتی بیاد. اونا حیران که شما چی شدین، چی کار شد. اگر خواهر عزیز من از طرف عروس پدر برادر اگه اینا هستن، برن یک دفعه اگه او داماد شخ کرده باشه یا ما شما جیل میگیم جهل هستی، از جهلی کار کرده باشه، برن پیشش خیلی است. هیچ شما کم نمیین. به خاطر دخترتان این کارا میکنین، به خاطر خواهرتان این کارا میکنین، به خاطر یک عضو فامیلتان این کار شما بکنین. برین سرنوشت شما معلوم کنین. اگه او برادر برآشفته است، علتش چی است باید فهمیده شود. 2-3 نفر کلانا بیشنن این کار حل کنن. این نمیشه که اونها او طرف باشن شما این طرف باشین، در بین 100 تا شیطان دیگه، 100 تا کسای پیدا میشن که این رابطه هنوز تیره تر کرده میرن. شما جلوش فوری بگیرین باید. و نام رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما میخوایم که تیم آقای مهاجرزاد هستم. به خانم بفرمایید. وقت تیوزی سے گپ بزنم. بفرمایید. من خودم هستم. خودت هستی؟ بله. مقصد ما میخوایم که چی کنم از خاطر حج. بله. کاروان رحمت. کاروان رحمت. بله. به کاروان رحمت شما حج میرین یا عمره میرین؟ نه حج میریم. امروز هم خواستیم که بریتان زنگ زدیم، مقصد در دفترتان زنگ آمد، کسی گوشی را نگرفت. ممکن است وقت نماز بوده. خیر، شما میشه بعد از برنامه هم به من زنگ بزنین خواهر، یا ای که فردا باز به خود دفتر زنگ بزنین؟ فردا بخیر به خود دفترتان زنگ میزنم. مشاور مالی بیشتر خواستگار مانده، خسته آمده، بسیار خسته بود، رفته خواب بدم و صبح شد بخیر با زنگ بریتان میزنیم انشاءالله. صبح اگر که چون فردا درس مدرسه از همراه بچه ها مشغول هستم، بعد از پیشین برم لطف کنین زنگ بزنین، بعد از ساعت های 2 بجه 4 بجه 5 بجه زنگ بزنین. امو وقت زنگ بزنین لطف کنین. انشاءالله. عزیز فقط امیر زیاد ضرورت داریم که خدا انشاءالله که اگر شد که نصیب ما باشه. انشاءالله خداوند انشاءالله شما را همراه کاروان رحمت ما را در خدمت شما به حج ببره انشاءالله. ده باشین انشاءالله. شما هم بخیر میرین؟ خود ما میرم انشاءالله، در خدمت حاجی می باشم. خوب است. لطف کردین. زنده باشید. سلام. حالا هم برنامه تا میبینیم در چی خدا کنه که انشاءالله بخیر از نزدیک یکی دیگر انشاءالله. خداوند شما را سلامت داشته باشه. سلام برسانید. به خدا سپردیم. خدا. السلام علیکم و رحمت الله.
ما اگر خدا خواست که برنامه آینده ما هم ادامه همین صحبت های ماست، نزاکت هایی که در اجتماع داریم، اولادهای ما را از اونا با خبر بسازیم. چند جمله‌ای که برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. موالی سید معجزات هستن؟ بله سید بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. من از معلومات شما رو زحمت میتونم یک چیز پرسان میکردم. بفرمایید. یعنی در وقت کار ما دیگه دمی چاشت وضو میگیریم، پای خودم میشویم دیگه، باز نماز دیگر رو شام چون با همون پای خودش تن نمیتونم، چون که چیز هست که بوت کار هست نمیتونم بکشی دیگه. چطور میشه؟ باز وضو میگیریم، وضوی تازه، ولیکن پای خودت دوباره شتن نمیتونه دیگر چون وقت هم نمیباشه. بدون مشکل وجود داره دیواره. ما یادداشت کردم، انشالله براتون میگم. دیگه چی؟ یک مسئله دیگر هم میخواستم پرسان کنم. بگوین. همین در خواندن قرآن مجید مثلا در شکل طویل که مثلا در سوره شقت میگم که مثلا فسوف یحاسبوا حسابا یسیرا، اگر صحیح خوانده شد حسابا یسیرا میشه. اشکالی وجود داره اگر بخونیم که حسابا یسیرا به شکل توجیه اگر بخونیم حسابا یسیرا؟ بله اگر که تجوید باشه که همین که شما گفتین دومش بهتر است که تجویدی خوانده شه. قرآن زیباییش در خواندن تجویدیش است. مثلا پشت تی که چیز میایه واو میایه مغفرتین، چون اکثر افغانای ما مثلا در افغانستان که بودیم اما مغفرتیو نمیگفتن، مغفرتین میگفتن. اما واو که میایه آواز نون نمیتن، میگن که مثلا رزقون، واو که میایه باز میگن رزقو. مثلا شیخ الحامدی یا مثلا شیخ عبدالرحمن السدیس که در مرکز اینا همیشه شکل توحید میخوانن. اگر ما ایتون نورمال بخوانیم کدام اشکال وجود داره؟ یعنی میدونم یک یادداشت کنیم. بسیار خوب، یادداشت کردم، لطف کردین. بسیار تشکر، مهربانی کردین. مطلب را که برادر عزیز ما گفتن، گرچه ما یک برنامه پاسخ به پرسش ها داریم، شیخ دهقان مولانا صاحب محترم دهقان جواب میتن به سوال های فقهی و از وقتا اگر شما برنامه ها رو تعقیب کنین انشالله سوال های تانه جواب های درستش هم میگیرین. طبعا وقتی که شما در پای شستنتان مشکل دارین، شما وقتی چاشت یا صبح وضو کردین بوتتان هم میپوشین یا مسحی که میپوشین، اگر به نیت مسح بپوشین امو با وضویتان کافی است. شما در بوتتان یا در مسحی که دارین و یا یک جراب دبل که دارین شما روی از اون مسح کنین، با ضرورت به شستن پا ندارین. شما و بوتتان وقتی که وضو داشتین پوشیدین و دیگه حال کشیدن برتون دشوار است، طبعا کوشش کنین اگر بوتی هست که مثل بوت‌های عسکری واره که به هست پایشان نمیکشن، اگر زیرش کثافت نشوه، کثیف نشوه، احتیاط کنین با همون بوتتان که شما چون نمیکشینش بهش مسح بکنین. طبعا خواندن قرآن مجید با همون طریقه های تجویدیش بهترینش همون هست. حق قرآن ادا میشه وقتی زیبا تلاوت شوه، حروف از مخارجش ادا شوه، تجوید ترتیل اینا در نظر گرفته شوه. ولی وقتی کسی ابتدایی هست، نو آغاز کرده، مشکلات میبینه، ببینیم در اینجا دو تا اجر میگیره. یکی زحمت میکشه، خودش به زحمت میفته و درست میخواد تلفظ بکنه نمیتونه، ولی تلاش داره که درست تلفظ کنه. در اینجا ای از این زحمتی که میکشه هم یک اجر میگیره. یکی خوانده تلاوت کرده اجر گرفته و یکی که کوشش کرده که خوب بخونه و به تکلیف ساخته خودشه. او کسایی که الحمدلله عادت کردن، خوب خواندن، آموختن، یاد گرفتن، اونا نوش جانشون بدون زحمت بدون تکلیف میخوانن. اونا یک اجر میگیرن، شما که با زحمت میشین دو تا اجر میگیرین. ولی معنایش این نشود که شما تجویدی یا تجوید یاد نگیرین.
باید که ما تلاش کنیم ولو سن ما بالا باشه، همین تلاشی که میکنیم، علاقه و محبتی که به قرآن، درست خواندن قرآن نشان میدیم، پیش الله مقام انشالله بلند خواهد داشتیم. برنامه ما آهسته آهسته رو به پایانی هست. در اینجا آخر گپ میخوایم به جمله که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از قولشان سماک ابن حرب میگن که ما به جابر ابن سمره گفتم آیا همنشین رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده ای؟ یک صحابه از صحابه دیگه پرسان میکنه، او میگه بسیار، بله فراوان امرایشان همنشین بودیم. نوش جان از صحابه که فراوان با رسول خدا صلی الله علیه وسلم همنشین بودن. چی میگن؟ اینا میگن که آن حضرت صلی الله علیه وسلم پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب در جایشان میشیشتن، وقتی که نماز میخواندن میشیشتن، ذکر میکردن، تسبیحاتشان دعا میکردن تا که آفتاب برآید. و در اینجا صحابه هم امرایشان میشیشتن. حالا در عقب که صحابه هستن اینا صحبت های پراگنده میکردن، خنده میکردن. پیامبر هم وقتی من سیل میکرد متوجه از اونا میشد که اونا شوخی میکنن، خنده میکنن، در رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم تبسم میکردن. پیغمبر مهربان بودن، پیغمبر دوست داشتنی بودن. صحابه را اما قدر دوست داشتن مثل که شاید از صحابه رسول الله را دوست داشتن، رسول الله از اونا قدر زیادتر اونا را دوست داشتن، مثل که ما را دوست داشتن، امتشان را دوست داشتن. ما هم دوستشان داریم، اما باید هم دوستشان داشته باشیم. و وقت صحابه وقت شوخی میکردن اینا طور چیزی نداشتن که بعض بزرگا در این وقت یا ریسفیدای ما یا بزرگا از نظر مقام دنیایی اینا هم اگر کسایی هستن اینا میخواین ما یک هیبت سیاستی داشته باشیم که وقتی ما حاضر بودیم کسی خنده کردن نتونه، کسی حرف زدن نتونه. یک اشتباه هزی. پیامبر خدا اجازه میدادن که صحابه در پشت سرشان خنده میکردن، شوخی میکردن، اینا وقتی سیل میکردن تبسم میکردن. بنابراین ما از این تبسمای خود ما هم که به خاطر رضای الله باشه اجر میگیریم. برنامه به پایان رسیده. شما را به الله می سپارم. شب و روزتان بخیر. تا جمعه آینده شما را به الله منان می سپارم. دعا کنیم در حق امت. خدایا امت از این حالت پریشانش بیرون بکن. کسایی که دشمنی میکنن با این امت اسیر گرفتن، خدایا شر از اونا را از امت دور کن. دستای شوم از اونا را خدایا کوتاه بساز از سر ما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به الموات فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا، وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا، فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا، وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا، بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.